اگر نتانیاهو میتونه با تیمی که من یا گروهی که من تروریست اعلام کردم جلسه بذاره، من هم میتونم هر کاری دلم بخواد بکنم. من نه پول گرفتم سازمان امنیتی در جهان و نه مهره جاییم و نه میذارم مهره بهم تپونده بشه. من یک آدم الکترون آزاد مستقلم، منافع ملتم، دهن ملت بکنید وا کنم، پول بکنم تو دهنشون. دوست دارم کیف و مردم هم میخورن کیف میکنن. مردم اگه سوار ماشین خوب نشن دهنش سرویس میکنن. چرا ماشین خوب نداری تو چرا اینطوری راه میری؟ تو دختر به این خوشگلی چرا سوار ماشین نمیشی؟ چرا لذت نمیبری از زندگیت؟ من اینجوریم. من حالا تو بگم بیمار روانی ام، نجات پرستم، عقده‌ای ام، عاشق ملتی. من اینجوریم. ذات من اینجا. اول منافع ملتم، بعد مثلا پاتریوت‌های جهان. آقای ناتانیاهو اصلا تو پاتریوت جهان نیستن که من واگذارش کردم به ترامپ دیگه. گفتم پرزیدنت ترامپ جوابشو بده که نداد تا 3 روز پیش. گفت بله نه مثلا شاسکول. پس سوال اول این بودی که خبر داشتی چرا نگفتی؟ سوال دوم بایدن هم خبر داشته. الان توی صفحات تو سطح جهان دارن میگن که این حمله حماس به اسرائیل سودش پوتین داره سود میکنه. شما ریاستی اصلا بدونید واقعا پوتین توش سودی نداره. تنها جایی که داره ضرر میکنه پوتین همینجاست. پوتین قرار بوده که اصلا پوتین دوست نداره که اخبار اوکراین به حاشیه بره اصلا. یعنی تیمی که طرفدار زلنسکی احمق بودن و طرفدار اوکراین بودن دارن زیر پاش خالی میکنن. یعنی فوکوس رو بردن سمت اسرائیل تا زلنسکی از یاد بره. حالا چرا؟ این سواله. یعنی تیمی که طرفداری میکنه از زلنسکی و اوکراین داره زیر پاش خالی میکنه و هیچ سودی نداشته و پوتین هیچ نقشی در قضیه حماس به عرضم حضور شما که حمله حماس به اسرائیل نداشته. اصلا هیچ نقشی، هیچ